چطورین بچه‌ها؟ به بیفور هاوس خوش اومدین. من پرهامم به همراه دانیال با یه شمارش معکوس دیگه اومدیم و امروز قراره با همدیگه بهترین میمای پسر شاه آیسان اسلامی رو شمارش معکوس بکنیم. بچه‌ها دمتون گرم که اینقدر تو کامنت ها واسمون ایده های خفن مینویسید و اینو بگم که کلا اون ایده های شمارش معکوس رپیمون سر جاش هست، ویدیوها میاد و اینم یه حالت اکسترا داره دیگه. گفتیم یه اشغالی با هم دیگه بکنیم و این که بریم ببینیم لیست چجوری است. دانیال داداش سلامی، خبری؟ آقا سلامی، خبری؟ همه چی عالیه. توپ بچا دمتون گرم. میخوایم امروز بریم با هم دیگه اشغالی بکنیم و بخندیم که روزمون هم بهتر بشه. بچا حتما هم همین الان ویدیو رو لایک بکنید. دمتون گرم. بدون هیچ معطلی بریم سراغ لیست. برو بریم. حرکت کنید خارکوسا، همه حرکت کسکش. راننده میسان آبی منتظر راست حرکت کنه. وقتی دوست دخترت میگه خونمون خالی پاشو بیا. ای من جیگرت. ای فرادشم. ای نوکرتم. وقتی فامیلتون بعد 5 سال از خارج میاد سوغاتی شکلات میاره. خارکوسا میخواین دیابت، میخواین شکلات کسکش که تو ایران هم هست، یه کفش، یه تیشرتی، یه شلواری، شکلات و هوبیر و کسکش از خارج میگیریم میاریم. مگه ما کسکش تانزانیا زندگی میکنیم؟ آقا کنگو شده چونباره. آره اونا رفتن اینا اومدن، اون زد توش اون زد روش، بعد اومدن با هم کردن توش. کیا بودن روش؟ مرد توریه رو گفتم من خارکوسه رجالای مازندران با هر چی شاکوسه با پسرای ولویل کج خارکوسه در بده. واقعا دلش پره. ما این ساک ما رو گاید. بس من حداقل این ساک عوض بکنم، این کسکش منو خسته کرد. این ساک صورتی بگیرم حداقل بوس کنم ساکو بعد از گاهی. این ساک انگار خودش بکنه خارکوسه رنجر خود ساکه. نباید اینجوری کنی، بعد اینجوری کنی. یه دونه اینجوری میکنی، بعد سریع نگاه میکنی، دور و بر نگاه میکنی، اینجوری میکنی. بعد صحبت میکنی. آره بچه‌ها داداش ولی سفت گذاشته کنار. آره یه قهرمان اسبق جر ایرانه. وقتی رفیقام میگن شماره کارت بده دونگمون رو بزنی. شیرتون رو من بخورم. رفیق میشه حاجی، رفیق بد نیکه. حتما که نباید کاری بکنی که. آره جان خواهد تو میری رفیق بشی. تو میکشی از کسیش. آخرین تلاش من وقتی یه چیزی از خدا میخوام. بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار رو زن شیطون گاییدم. من یوجی و مشتب سکلا پسلا. چقدر این بشر خداست برام. خوبه، چقدر چیکار فیلمه داره حاجی. میکنه؟ ببین چند ماه اومده تو اینستا، ببین چی کار فقط داره میکنه حاجی. تیک کلاماش، نمیدونم میمیکای صورتش یهو به خودش میپیچه، با خودش درگیر میشه. اصلا خداست این کاراکتر. اصلا یه شخصیت کاملا عجیب غریب داره و همش هم واسش فلبداهه میاد. اینجوری نیست مثلا از قبلش فکر کرده. آره دیگه داداش زندگی استوری میگیره میذاره و فلبداهه یه میم طلا توش در میاد دیگه. خداست. آقا بریم ادامه. خدایی دوست داشتنیه. برو بریم آقا. آقای آیسی ازدواج کنه، بچه دار شه. یه پسر اون عقب صندلی بذارم. بابایی کونکش. بعد خانوم من بعد بیا آیسا حرفا نزن، کسشر نگو خانوم. کسخله. دهنت سرویس. این میکروفون اینوری بزنیم صدا بم میاد. مقدار آقا خدا بیامرز اونایی که تو بم زلزله اومد، گفتم بم یاد اونا افتاد. اون چه زلزله‌ای بود؟ حالا ولش کن اینا رو. کسکش از کجا میپری؟ از کسکنی میپری تو بم یا خار کسه آلو. یارو چی بود صحبت؟ آها کیر خر چی بود صحبت؟ بیا بالا تو چونه من خار کسه. دیگه نمیاد باشگاه. رفیق خیلی قدیمیه ما، خیلی کونگشاده، خیلی کونگشاده. الهی بمیرم برات چون کش. به تازه خورشید تابان، به تازه خورشید تابان که نم باران بود. خیلی باحال بود. وقتی رفیقا دنگ تو رو هم میدن. واقعا دستتون رو میبوسم، کیرتون رو بخورم. سالار دقیقاً همین. آخرین تلاش من وقتی توی محرم یه چیزی از خدا میخوام. سلام بر حسین زن و بچه یزید گاییدن. اومدی کس توپلی بغل من نشسته بود، دست اینجوری میده، دستم میذاشم رو پا، بعد میوردم بالا. ای نکن آیسان، نکن، چی رو نکن، چی رو نکن خانومی.
خداست کرکتر خیلی آقا هم بذاره قدیر دیوانه ای بکنه چی تو گله تو میگذاره پسر قدیر پوچ چیه؟ Ja, so got your wagon, man. واکنش من وقتی رفیقم میگه کات کردم. این کس آدم میپرونه خاک تو سرت بکنه آشغال کثافت آقا اصلا خیلی این بشر خداست اصلا ببین حالا یه چیز جدیدی و پرام کامل اوورده. آره کیری پول داره ولی کاملا لات و خاکیه، یعنی این خاکی ترکیب رو تا الان ندیدیم دیگه کاملا. آره مثلا اونجوری نیست که بیاد مثلا خیلی دیگه شو آف کنه و فلکس کنه بگه مثلا از همون بالا اومدم. اون حالت خاکی بودن و فان بودنش خیلی باعث محبوبیتش شده به نظر من. خیلی آدم خفنیه به نظر، حرفای خیلی باحالی هم میزنه مثلا و دوست دارم. من خیلی دوستش دارم حقیقتا. آقا برو بریم ادامهش. من اصلا یک ماهگی که دنیا حالا هر موقعی که دنیا اومدم چند ماهگی دنیا میام کارگسترم. از اون سال تا به الان نزن خارکونی میای میزنی پیاده میشم کونت جرواجر میکنم کسنن این کلامولا و ساعت بعد در میارم کسشر گفتم با در میاری خارکوز کل میگه کونت با راست میگه. وقتی رفیقی لعنت بهت. دهم در طول روز میپرسه دیگه چه خبر؟ دیگه ببخشید این شورت امروز پوشیدم بیا اینو بود این خال مادر ما رو همه گفتم که برای آقا دیگه شورتش هم گفت. خوابیدم 3 ساعت 5. من جورایی دارم با سانس شما زندگی حالشون گاهیدم تو نازی آباد بود بچه ها اومدن پیاده شدیم یارو نیمکره کشید بیرون کشید خواه صورت رو خوابیدم رو صورت ها یک دو عکس بگیرم بده خارجی ها بکنه صورت من کارت خورده است قطع کنی عکس بگیرم چقدر باید کرد دیگه جوهر مرد واقعا کاره ای خار مادر کارو گاییدم ای کیرم تو جوهر من کیرم تو کارو خسته شدیم بابا کارو نفر جوان از کی ایشالله تمرین لورکوزن شرکت میکنی؟ ایرانمنش 17 جولای کنکش تا پایی روز ایران میگو ربیع الاول سامیول جبلر الان میگه چی جولای بگی کسکش باقی رو بده کنه جولای کسافت. مرسی آیسان مرسی آیسان چقدر خندیدیم آقا. من پرام دهنم درد گرفت، یعنی اینقدر خندیدم خیلی کش اومد عضلات قشنگ دانیال روزتو میسازه، یعنی قشنگ مثلا 5 دقیقه نگاه کنی ویدیوهاشو قشنگ مثلا روزتو میتونه بسازه کاملا. اون انرژی خوبی که داره منتقل میشه بهت. من خیلی حال میکنم بازم بگم و اینکه به نظر من فوق العاده کاراکتر دوست داشتنی داره. باریکلا بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجای لیست با ما همراه بودید. حتما نظری پیشنهادی دارید واسمون کامنت کنید، ویدیو رو لایک کنید و اگه کلا محتوای شمارش معکوس دوست دارید برید توی پلیلیست شمارش معکوس اونجا ویدیوها رو هم ببینید و یه اشغال بکنید. دانیال داداش حرف چیزی نه داداش، فقط بچه‌ها حتما نظراتتون توی کامنت ها واسمون بنویسید و بگید کلا ویدیوهای این مدلی رو دوست دارید، کلا داستان چیه. تو ویدیوهای بعدی میبینیمتون. Peace.